مسابقه اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی اوید به فوتبال میان دختران تا 15 ساله در کشور ما به انجام رسید. در ابتدا باید قید کنیم که در این مسابقه سه تیم ملی ایران، ازبکستان و تاجیکستان شرکت ورزیدند. در بازی اول تیم ملی تا 15 ساله دختران تاجیکستان با حساب کلان 6-0 از خوبانی ازبک شکست خوردند. بعدا در بازی دوم منتخبای ایران و ازبکستان رقابت کردند که دیداری مذکور با حساب مساوی 2-2 جمع بست شد. همینطور در دور آخر و حل کننده منتخب ایران با تیم ملی دخترانه تاجیکستان در میدان مرکزی شهر حصار به مساوی هم رفتند. تیم ملی ایران را میبایست که برای غالب شدن در این چمپیونات به دروازه میزبانان مسابقه نه کمتر از 7 گل بزنند، ولی رفت بازی عموما روش دیگر را گرفت و خوبان ایران در قسم اول نتوانستند حتی یگان حالت خطرناک را سازمان بدهند. بازی دستپروران فرهاد خالبیگوف در این واخری خیلی خوب بود و آنها بدون ترس و هراس بازی میکردند و از روی عقیده متخصصان کشور با تشکیل چند مسابقه دیگر این تیم میتواند بازیش را از این هم بهتر بگرداند. در آغاز قسم دوم سرمربی منتخب ایران چند بازیگر قوی خود را وارد میدان کرد تا کمی هم باشد رفت بازی را تغییر بدهد. در ابتدای نیمه دوم بالاخره آنها توانستند راه دروازه مربی یابند. مؤلف گل تانیا جهانشاهی گردید. این گل اولین و آخرین همین بازی شد و تیم ملی تا 15 ساله ازبکستان زینه یکم را گرفت و دختران ایران باشند دوم شدند. بعد انجام بازی مذکور مراسم جایزه سپاری صورت گرفت. در مراسم کاتب گنرالی فدراسیون فوتبال تاجیکستان و کاتب گنرالی اساسیاسیون فوتبال آسیا مرکزی اشتراک کردند. پیش از سپردن مدال ها به چند نفر جایزه‌های انفرادی تقدیم کرده شد. جایزه بهترین بازیگر و نشانزن بهترین را نیز دختران ازبک صاحب شدند. تیم ملی تاجیکستان جایزه فیر پلی را گرفت. همینطور برای گرفتن مدال های برنجی تیم ملی دختران تا 15 ساله تاجیکستان به منبر آمدند. منتخب ایران باز با تفاوت گل‌های زده از تیم ازبکستان عقب افتاده با نشانهای نقره قناعت کرد. با شرافت بازی خوبان تاجیکستان منتخب ازبکستان مدال‌های طلایی مسابقه اساسیاسیون فوتبال آسیا مرکزی را صاحب شد.